سلیمان رفت، از دستم رفت. بدبخت شدم، رفتش. بدبخت شدم، ستون خونم رفت. بابات مرد. باشو ببینم. مادر، گفتیم انتقام داداشتو بگیریم، باباتم به خاطر اونا مرد. حالا بذار تشریح جنازمون تموم بشه دیگه، صبر کردن حرومه. دیگه نمیشه مادر، دیگه نمیشه. انتقام، دعوای خونبها، همه رو فراموش کن. چی داری میگی خلیل؟ مادر وصیت بابامه، قسمم داد. باید دژدره بدیم به بزبیلر، عروس عمرش کنیم. مادر، فردا واسه مراسم میان، دورت بگردم چیزی نگی، داریم فامیل میشیم. یه چیزی بگو مادر. من چی بگم پسرم؟ دخترمو که هیچی، آشغال خونم بهشون نمیدم، اما جای حرف زدم واسه من نذاشتن. بابات وصیت کرده، قسم گرفته. خدای من شاهده که 20 ساله گذشته اما جگرم میسوزه. سلیمان خان، تو هم به این آتیش سوختی، رفتی. چطوری حقتو حلال کنم؟ مادر جیگر منم خونه، من چی کار کنم؟ سرنوشته دیگه، چاره ای نیست. باید دختره رو بدیم. متشکرم، دست درد نکنه. نوش جونتون. راستی به صادق بگو که لپتاپ منو بیاره. من بیارم آقا؟ چرا؟ مگه صادق نیست؟ اینجاست، یه کار کوچیک تو آشپزخونه داره. باشه. مگه میشه دلم تنگ نشده باشه گلم؟ اما میدونی که اینجا شب و روز نداری. چی بگم الان؟ چی بگم؟ قول میدم تو اولین فرصت کل استانبول رو بگردونمت. صادق! اوه باید قطع کنم، داداشم داره صدا میکنه، قطع میکنم. بفرما داداش. امر تو قربان. من فردا نمیرم شرکت، به خودم مرخصی دادم. خیره آقا، مهمونی کسی میخواد بیاد؟ نه، میخوام استراحت کنم. برای همین تو هم برو مرخصی، کار نکنم. خیلی ممنون قربان. راستی صادق، به مهمت بگو بهت ماشین بده. بازم ممنونم قربان، خیلی ممنون. چطوری مادر؟ خوبم خدا رو شکر. تو چطوری؟ صدات که خوبه. راستش خوبم مادر، خیلی هم خوبم. شما چی کار کردین؟ میایین استانبول؟ خب ما نمیتونیم بیاییم پسرم. بیا دیگه مادر. هیچکی هم نیومد، تو بیا. تو حرفمو گوش کن باشه؟ بیا مادر، میخوام با یکی آشنات بکنم. الکی نمیگم، بیا. منظورت چی عزیزم؟ خودت خوب میفهمی چی دارم میگم مادر. میخوای از زیر زبون من حرف بکشی، اما نه، نمیگم که کنجکاو بشی و بیای. حالا صبر کن، با قدیر حرف بزنم، خبرشو بهت میدم پسرم. باشه مادر.
اونجا همه چی رو به راهه؟ مشکلی که نیست. چیزی لازم نداری؟ رو به راه، همه چی خوبه پسرم، تو نگران ما نباش. همه منتظر منن شام بخوریم، سلام میرسونن، بهت زنگ میزنم. باشه پسرم، به سلامت. دستتو میبوسم مادر. مادر به داداش زنگ زدی؟ آره خب چی میگه؟ خوب بود، حال شما رو پرسید. اونو نمیگم، عروسی رو چی میگه؟ میاد؟ هنوز چیزی نگفتم، شما هم نمیگین که الکی دست باچه نشه. 7 سلیمان خان که تموم بشه میرم خواستگاری دجله، بعد بهش میگم. امینه، فردا بگو این اتاق بزرگه رو ترتمیزش کنن. اونجا قرار آقا عمر و عروسم بشه. چشم خانم آقا. مامان، داداش عمر نمیخواد با دجله ازدواج کنه. دیگه اون دوران تموم شد. آخه این چه حرفیه میزنین؟ شوخیتون گرفته؟ کی از تو پرسید؟ عروسی نکنه چی کار کنه؟ رسم و رسوم زیر پا بذاره؟ دیگه حرف زدیم. حسرت دوری از خاکش بالاخره تموم میشه. از من گفتن بود. اگه بخوای بی خبر ازش کاری بکنی خیلی بد میشه مامان. نوش جون. بیاد تو این اتاق بشینه، بعدش هر چی میخواد بشه. مادر من، دوری سخته ولی داداش نمیتونه اینجا دووم بیاره. رسیدن به خاک یه چیزه، تبعید به خاک خودت یه چیز دیگه است. حرف خوب از دهن هیچ کدومتون در نمیاد، مخصوصا تو قدیر که هم مقصری هم نظر میدی. بلتون میکردیم که همدیگه رو بکشین، اینو میخواین؟ ببین منو قدیر، من از این امارت نمیرم. اومریم و بر فرض محال عروسی هم سر گرفت. من میدونو با سونو خالی نمی کنم. خدایا منو ببخش که روز مرگ پدرم خوشحال بودم. پس سرنوشت من عمره. دیگه از خدا چی میخواستم؟ چه آرزویی میکردم؟ چیزی رو نصیبم کردی که همیشه میخواستم. از طرف امین علیه؟ آره دیگه. میخواستی از طرف کی باشه؟ وقتی امروز دیدم چطوری اشک میریختی، گفتم کاش میشد سر رو شونه من بذاری و گریه کنی، منم اشکاتو پاک کنم. من باید هر چه زودتر از شر این امین علی خلاص شم. وا مگه چی شده دختر؟ خدایا تو این شب میخندم، یه وقت برام گناه ننویسی یا؟ من قراره با عمر ازدواج کنم بی‌ناز، با عمر پسر خان. این دیگه از کجا اومد دختر؟ بابام وصیت کرده. به پای هم پیر بشین ایشالله. ایشالله میشیم. واقعا؟ حالا میخوای با امین علی چی کار کنی؟ خب باش نخوابیدم که. الان براش یه پیغام میفرستم، میگم فعلا نمیتونم ببینمت، مامانمو نمیتونم تنها بذارم. بعدن که دیدمش بهش میگم مجبور بودم، باید تحمل کنیم دیگه، چاره ای ندارم. میفهمی؟ اگه تو اینجوری میگی خب باشه. آره همینو میگم. بی‌ناز قضیه این امین علی رو فقط تو میدونی ها، جایی نگی. اگه به گوش بقیه برسه نابودت میکنم.
هیچ کس نمیتونه جلوی عروسی من و عمر رو بگیره. هیچ کس. ای خانم پایین نگاه کن. مامان من باید زود برم. صبونت ها میخوردی مادر جون. مامان عمر بود بهت گفته بودم. الان اومده دنبالم. آخه امروز تعطیلم باید برم. ای بیرونه. مامان چی کار میکنی؟ نگاه نکن. خب چرا نگاه نکنم دختر من؟ دلم میخواد ببینمش. چرا نگاش نکنم؟ از پشت پنجره نگاش میکنم دیگه، از یه گوشه. مامان جون شرمندم نکن دیگه، زشته. چی شد؟ اون میاد دم در وای میسته، زشت نیست بعد من برم نگاش کنم؟ زشته؟ مامانم خوشگلم. نگاه نکنی. خب به سلامتی. لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مادر کاش من نیام. گفتم بیا زیلان. خجالت هم نمیکشه، اومده رو زخم زانه نمک بفاشه. خدا ببخشدشون. بفرما قریش خانم. تسلیت میگم فیدان. اینو برای چی آوردی؟ پدر این بود که پسرمو کشت. دختره که گناهی نداره فیدان. گناه پدر اون واسه 7 جد آبادش بسته. خوش اومدی. تسلیت میگم دخترم. سلامت باشید. دیگه داریم فامیل میشیم. باید تو سختی و خوشی شونه به شونه هم باشیم. فقط همین فامیلی با شما کم بود. اگه رضایت منو میخواستن دخترمو خاک میکردم، اما به شما قاتلای پسرم نمیدادمش.
این خانم کوچولو میخواد امروزشو چطوری بگذرونه؟ کنار تو. پس بیا کنار. خیلی خوشحالم. برای همین امروز از هم عصبانی نمیشم. خیلی خوبه ها؟ زایه شدم. آبروم رفت. مادر من بهت گفتم نیام. دیدی فیدان چطوری خونه بیرونم کرد؟ آی زایه شدم. به تریجی قبات برخورده؟ ما وظیفمون رو انجام دادیم. داریم فامیل میشیم. دیگه حسابای قبل رو باید پاک کنیم. یکم صبر کنید. والا زیر چشمی که نگاش میکردم خیلی خوشگل بود. داداشم باید بپسندی. مهم اونه. اینطوری نگو دختر. داداشون برات داره خان میشه. راحت نیست که اول باید به رسم و رسوم عشیره فکر کنه. راه دیگه هم نداره مگه نه مادر؟ خیلی احترام گذاشت. خبر داشت. معلومه که دلش هم میخواد. همه خبر دارم به جز داداشم. وایسا ببینم. چرا تو هی به من طعنه میزنی با اون عقل کمت؟ یه جوری حرف میزنی انگاری داداشو نمیشناسی. الان یادم افتاد. بریم به استاد یعقوب بگیم یه سرویس خوشگل بسازه. هفته دیگه داریم میریم خواستگاری، دست خالی نریم وگرنه دیر میشه. آره دیگه دیجه که مثل من دختر رعیت نیست با 3 تا 4 تا علنگو بری خواستگاری. گفتتون بشه انشالله. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. نمیخوای آرزو کنی؟ آرزوی من تو بودی که اونم برآورده شد. بیا. میدونی من چی آرزو کردم؟ آرزو کردم ازت جدا نشم. نه
نباید میگفتم اگه برآورده نشه چی؟ تو اونو برآورده شده بگو. واقعا خانم آقا کدومش باشه؟ کدومو میگی؟ آهان این خیلی خوبه. زرق و برقدار باشه که حرفی توش نباشه. فوری یه نفر رو بفرست که توشو پر کنن و خوشگلش کنن. چند تا هم گل بچینین دورشو قشنگش کنین. بدو عزیزم. احمد بیا اینو بده تزیینش کنن. بدو سرویس طلا هم اومد. بدو. سرویس طلا هم رسید. بیار ببینم. اوه به به چقدر قشنگ شده. به استاد یعقوب سلام برسون بگو خیلی قشنگ شده. دستش درد نکنه. وای ماشاءالله. حالا فیدا میگه چقدر دلشون میخواسته دخترمو بگیرن، هم وزنش طلا آوردن. هر کسی یه ارزشی داره. رسم همین بوده. دوباره که اینجا رو بازارش کردیم. چه خبر اول صبحی؟ شب میخوایم بریم خواستگاری. داریم آماده میشیم. دورت بگردم شب زود بیا که بریم این کارو انجامش بدیم. من نمیام. مگه میشه پسرم مرد بالا سرمون نباشه؟ ببین مادر، اول اینکه در حق داداش نامردی. خیلی دلت مرد میخواست خبر میکردی میومد. دوم اینکه من تو خونه اون خلیل بیشرف پامو نمیذارم و نخواهم گذاشت. والا مادر منم نیام بهتره. دیدی که فیدان تو خط بام چه کار کرد؟ اصلا نیاین. من با جلیل میرم. شما هم همش منو سرف کندم کنید. دیدی؟ بازم ما بد شدیم. والا از همین الان معلومه خانم این خونه کیه. لیلا انتقالی ها معلوم شده. زود باش ببینیم. وای آره کجاست پس؟ چرا نیست؟ ای بابا بودو دیگه. باز شو. چی؟ باتمان. خب نوبت توه. خدایا خواهش میکنم یه جایی نزدیک هم باشیم. بودو دیگه. سلیم من نمیتونم، حالم بد شد. تو به جای من نگاه کن. به خاطر عمره نه؟ باشه اصلا من دعامو پس میگیرم. مال تو یه جایی نزدیک استانبول باشه. انشالله. حداقل بگم یه جایی نزدیک همین. یعنی به استانبول ربط نداره؟ دور از عمر. بگو. ماردی. لیلا تو حالت خوبه؟ میشه گفت خوبم. دوست دختر من دروغگوی بدیه. خب بگو ببینم چی ناراحتت کرده؟ انتقالی ها معلوم شد عمر. کدوم انتقالی؟ من که نمیذارم تو جایی بری. عمر میشه جدی باشی؟ دارم جدی حرف میزنم. نرو ولش کن. لازمه؟ یعنی چی لازمه؟ داریم راجع به زندگی و کار من حرف میزنیم. موضوع آیندمه.
این همه سال درس خوندم. منم دارم از آینده خودمون حرف میزنم. نرو. نرو. کیلومتر دوری از تو برام درست مثل یک کابوسه. اما با گفتن نرام درست نمیشه. باشه، منظورتو فهمیدم. خب دیگه برگرد سر کارت. غرض از مزاحمت که معلومه، این یه سنت بین هممون. اومدم دجله رو برای عمر خواستگاری کنم. خواستگاری اومدین اما داماد کجاست قریشا؟ از خودت رسم و رسوم در میاری فیدان؟ مگه من و تو اون مرحوم ها رو شب هجله ندیدیم؟ وقتی بزرگترا به توافق رسیدن عمرم میاد دستتو میبوسه، انگشتر دستش میکنیم. میدونی که دیگه داره برمیگرده، باید به کارش برسه. ما هم سر حرفمون هستیم واسه این که ثابت کنیم اومدیم. بینداز چی شد؟ خوب نگاه کردی؟ عمر نبود؟ به خدا نیست. خدایا خودت کمک کن. یعنی قراره بعدن بیاد؟ از هواپیما جا مونده یعنی؟ چی شده آخه؟ خدایا امشب انگشتر دستمون کنیم. شاید امشب فقط برای خواستگاری نیومدن، شاید اومدن فقط سر بزنن. چرت و پرت نگو بی‌ناز. ای بابا، کاش قبل از این که امین علی بفهمه اوقاتی کنه تمومش کنی. اگه خدایی نکرده به گوشش برسه، وای خدا. ببین هنوزم داری چرت و پرت میگی؟ دیگه امین علی که هیچی، خدا هم بیاد پایین نمیتونه مانع عروسی من و عمر بشه، فهمیدی؟ لازم باشه خودمم میکشم ولی پا پس نمیکشم. بابام وصیت کرده، رسم و رسوم داریم، پا رو قسممون نمیذاریم. دختر مال شماست، اما آقا عمرم باید زودتر بیاد واسه دستبوسی. تا چند روز دیگه میاد. میخوام قهوه درست کنم. چطوری باشه؟ دختر خوشگلم، واسه قهوه خوردن دیر نمیشه. فعلا بیا دستمونو ببوس. باشه. اینم هدیه عروسم. خیلی ممنون مامان قریشا، چرا زحمت کشیدین؟ مدلشو عمر انتخاب کرده، ما هم دادیم درست کردن. تا چند روز دیگه هم میاد اینجا. عمر
بیرون منتظرتم خانم. تو گریه کردی؟ نه. چی شده؟ هرچی میخوای زودتر بگو، مامانم منتظره. کلی جمله آماده کرده بودم، ولی حالا که عجله داری با من ازدواج میکنی؟ فکر میکردم امروز بدترین روز زندگیمه، اما بهترین روز زندگیم شد. هر روزی که دلیل این خنده تو باشه برام بهترین روز زندگیمه. اشکالی نداره هر روز نخندم، اما تو رو خدا اشکمو در نیار. باشه چشم. بعدشم دیگه مثل امروز هیچ وقت تنهام نذار باشه. رفتم حلقه بخرم، کار بدی کردم. هر دلیلی باشه تنهام نذار. باشه. اینطوری قبول نیست، قول بده. قول میدم. انشالله پیرشی عروس گلم. انشالله به سلامتی عروسیتون. انشالله مادر قریشا. خب دیگه بریم، شب بخیر. میشد که تا بناگوش بازار جر میدم. بیا برو، را بیافت. کجا داری فرار میکنی دختر؟ بیا ببینم. بیا بیا اینجا ببینم. نکن. نه حالا نشون. نه نکن پسرم، گناه. بیخند. آی ماما. الان بخند. خلیلم. تو اینو پرروش کردی مادر. تو پرروش کردی. کم مونده بود بزنه برقصه اینجا. میزنم استخوناشو میشکنم. پسرم اینم گیج شده. نکن ولش کن. نکن. برو دخترم، برو تو اتاق. برو دخترم. ببین منو همینطوریشم اصاب ندارم. میزنم اون مغز فندقی تو خورد میکنم. باشه پسرم، باشه. پس من چی بگم؟ پسرم کمال امروز یه بار دیگه مرد. سلیمان خان، کاش به جای تو من میرفتم زیر خاک، این روزا رو نمیدیدم. باشه مادر، تو دیگه شروع نکن. مادرت برای اینکه دجله رو بگیره داره جلو خلیل خم و راست میشه. ما اینجا دست رو دست گذاشتیم منتظر. اوف، خدایا چه گناهی کردیم ما. زیلان ساکت شو که حرسمو سر تو خالی میکنم. زنگ بزن به داداشت بگو، شاید بگه من نمیخوام بمیرم، هم عروسی نمیکنم. جلوی مادرتو بگیره. بیا. مگه میتونه نکنه؟ چرت و پرت نگو. مجبوره بیاد عروسی کنه دیگه. مگه میشه از حرفمون برگردی؟ اگه تو به حرف من گوش بدی شاید بشه.
اگه فردا به گوش همه برسه دیگه هیچ راه برگشتی نمیمونه. بگی یواشکی از مادرم این کارو بکنم؟ مثل زنا غیبت کنم؟ اما میتونی یواشکی از برادرت کار کنی. قدیر تو رو خدا عصبانی نشو. من بیشتر از همه به فکر تو هم. چند سال منتظری خان بشی. خان شدن حق توئه. آره حقم بود، ولی انگار این حق اینطوری نوشته نشده. حالا چی؟ از این زورم بگیره؟ حالا ممکنه تو زورت نگیره چون بالاخره برادرته. اما بهت گفته باشم اگه تا وقتی من اینجا اون دجله بیاد خانم آقای این خونه بشه، هیچکی نمیتونه جلودار من بشه. هیچکی نمیتونه جلودارت باشه؟ اعصاب منو خورد نکنا. پرتت میکنم بیرون بری برای دل مادرت. با تو هم باید سر و کله بزنم؟ بس دیگه. فالگوش وایسادی تو؟ نه چای چیز کردم. چای از تو خواستی؟ ها؟ چایی خواستی؟ برو یه حرفی شنیده در سر من خالی میکنه زنی که پسر پهلوانیا رو بابای این زد. خودش میدونه دیگه اگه دجله عروس این امارت بشه اول از همه حساب اینو میرسه. کاش که زودتر بیاد و تو دهن این یکی بزنه. به خدا من که رو سرم میذارمش. انقدر ساده نباش دختر. بازم به این اون دجله از اینم بدتره. هرچی نباشه دختر خانه مگه نه؟ بردار اینا رو ببراش بسونه. لیلا خانوم بیا چایی تو بخور. لیلا ای خدا از سر تقصیرات این مخترع موبایل نگذره. دنگ 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 این تلفن از دستشون نمیفته. همچین انگار دارن دنیا رو نجات میدن. تلفنش که اینجاست. پس کجا رفت این دختره؟ لیلا دخترم چی شده؟ تو کجایی اصلا؟ مامان جونم باورت نمیشه چی شد. سب کن نکن. بیا تعریف ببینم چی میگی. حاضری؟ دارم ازدواج میکنم. مامان میگم ازدواج میکنم. خوشحال نشدی؟ خیلی معذرت میخوام. تو تا 2 دقیقه پیش داشتی گریه میکردی. الان رفتم آشپزخونه چای ریختم آوردم میگی ماما میخوام ازدواج کنم. خب معلومه تعجب میکنم. خب دیگه واسه نواد تعریف میکنی میگی مامان باباتون واسه خودشون کسی بودن. لیلا خانم زود تعریف کن ببینم چی شده. باشه. خیلی هیجان دارم. بابا من همه چی اشتباه فهمیده بودم. عمر میخواسته حلقه بگیره و سورپرایزم کنه. وقتی آشپزخونه بودم پیام داد بیا جلوی در. خب گفت زودتر عروسی کنیم و از اینجور حرفا. یعنی چی زودتر؟ مگه میشه زودتر؟ نامزد میکنی تو برو طرح تو انجام بده بعد بیا. اینجوری همدیگرم بهتر میشناسیم دخترم. اما ما میخوایم زود عروسی کنیم مامان. یعنی من نمیرم ماردین. نمیری ماردین؟ این چه حرفیه؟ ها؟ من این اجازه رو بهت نمیدم. این همه درس خوندی دکتر شدی که اینجوری ولش کنی؟ دیوونه شدی دختر؟ مامان جون منم خیلی کارمو دوست دارم ای بابا. اما عمرم خیلی دوست دارم. اونم برای اینکه نرم میگه زودتر عروسی کنیم. به پس کار این پسر است. اون داره میگه تو نری ها. این دوست داشتن نیست دخترم. کسی که دوستت داره صبر میکنه برات. ماما من نمیخوام ازش جداشم. چرا نمیخوای بفهمی؟ والا استخونای بابات داره تو گور میلرزه. مامان این حرفا رو نزن ناراحتم میکنی. دارم بهت میگم بهترین روز زندگیمه. خواهش میکنم از دماغم در نیا. ای خدا قلبم داره وای میسته. ای خدا اصلا میدونی چیه؟ کسی که اینجوری عاشق میشه یه هم سرد میشه.